علیرضا ببین من امروز میخوام در مورد بلاک چین صحبت کنم، ولی از یه دید دیگه ای میخوام صحبت کنم. یعنی چی؟ یعنی میخوام یه نمیدونم نیم ساعت 20 دقیقه در مورد بلاک چین یه جوری صحبت کنم که شاید کمتر مخاطبا شنیده باشن و یه سورس مثلا نیم ساعته‌ای باشه که هر کی این بعد تو سوال پرسید که بلاک چین رو بخوام بفهمم به زبون ساده، بگیم این ویدیو رو نگاه کن بتونه ازش استفاده کنه. یه تعریف خیلی دلچسبی از بلاک چین من شنیدم و دارم که میخوام امروز اول این تعریف رو بگم، بعد بریم با هم دیگه گام به گام جلو و ابعاد مختلف این تعریف رو با هم دیگه بررسی کنیم. میگم بلاک چین مکانیزم ایجاد اعتماد موقعی که نهاد واسط اعتماد سازی وجود نداره. خب شاید این جمله صغیر باشه ولی ذره بریم جلوتر ببینیم که واقعا بلاک چین چیه. با این داستانایی که توی این چند دقیقه میگم فکر می‌کنم خیلی از مخاطبین بهتر مفهوم بلاک چین رو بفهمن. میخوام از این ما به واسطه روابطی که با محیط اطرافمون داریم میفهمیم که یه سری افراد، سازمان‌ها عموماً پای قولشون میمونن، یه سری افراد و سازمان‌ها معمولا پای قولشون نمیمونن. به اونایی که پای قولشون میمونند میگیم ما اعتماد داریم، به اونایی که پای قولشون نمیمونند میگیم ما درصد کمتری اعتماد داریم. یکی که اصلا نمیمونه میگیم به هیچ وجه دیگه من بهش اعتمادی ندارم. یکی میگیم نه این تا 2 میلیون تومان قابل اعتماد، بیشتر از این معمولا پرداخت نمیکنه. حالا یه سوالی پشت این، یه سری نهاد من ازش اسم میبرم که ما معمولا بهش اعتماد داریم، میگیم اینها پای قولاشون موندن. خب مثال میگم تو چرا به بانک اعتماد داری؟ به خاطر اینکه هر موقع رفتم بانک دیدم که موجودی حسابم هست، پولم تو بانک هست و تونستم برداشتم، کسی پول من نبرده. حالا به چند تا مثال با هم دیگه مرور بکنیم ببینیم نهادهایی که تو بهشون اعتماد داری واقعا پای حرفشون موندن یا نموندن. خود مخاطبی مردم میتونن برن قوانین پولی بانکی کشور رو ببینن. ما یکی از اولین چیزایی که تو قانون پولی بانکی وجود داره اینه که پشتوانه ریال ما چقدر طلاست. جالبه که برات بدونی طبق همون قانونی که نوشته شده من اگر 10,000 تومانی ببرم بانک چیزی حدود 108.5 گرم طلا متعهد شده که من بده. الان تو ببری به تو میده اینقدر رو؟ قطعا نه. خب پس ببین این یه مثال از اینجاییه که گاهن این نهادها به تعهداتشون عمل نمیکنن. حالا یه سوال پیش میاد، ما تو ذهنمون که مرور میکنیم میبینیم خیلی از این نهادها بودن که به تعهداتی که ما دادن عمل نکردن. یه سوال پیش میاد، آیا ما نمیتونیم این نهادها رو از زندگیمون بذاریم بیرون؟ این نهادهایی که حالا ما فهمیدیم قابل اعتماد نیستن، ما دیگه به اینا اعتمادی نداریم. خب یعنی اینکه من توی روابطم با سازمان‌ها و محیط‌های مختلف اگر به این نتیجه برسم که این سازمان‌ها قابل اعتماد نیستند، آیا میشه اینا رو کنار گذاشت؟ عموما پاسخ به این سوال خیره. چرا؟ چون ما گزینه جایگزینی نداریم. ما بیایم تصمیم بگیریم که فردا سازمان ایکس رو که مسئول اینه که چه کسی مالک چه زمینیه رو بذاریم کنار. خب چرا؟ چون دیدیم که گاهن یه سری اتفاقات افتاده، یه سری زمین‌ها به یه سری آدم‌ها داده شده و او قرارش با ما این بود که مالکیت ماها رو روی دارایی‌هامون حفظ بکنه، اما دیدیم که تو عمل اخبار رو که مرور کردیم این گاهن این اتفاقا نیفتاد. بیایم تصمیم بگیریم که من و تو این بعد سازمانی که مسئول ثبت املاک رو بزنیم کنار. حالا تو میای یا من میام پیش تو میخوام زمین تو ازت بخرم. این زمین من کجا بدونم مال تو؟ مثلا از کجا بدونم تو کی هستی؟ من از کجا بدونم آیا واقعا انقدر پول داری که میخوای این زمین رو از من بخری یا برعکس تو آیا اصلا میدونی که من انقدر پول دارم که میخوام این زمین از تو بخرم؟ آیا اصلا من ممنوع معامله هستم یا نیستم؟ آیا اون ملکی که تو ادعا میکنی برای توئه شاید مهریه خانومته؟ پس میبینیم که کنار گذاشتن این نهادها با اینکه گاهن توی مثالهایی ما میتونیم بگیم که اعتمادمون رو داریم ازش از دست میدیم، کار ساده ای نیستش. این نهادها توی همه اجزای زندگی ما نفوذ کرد. حالا میخوام یه ذره صحبت کنم ببینم که این نهادها اصلا از کجا به وجود اومدن، چرا به وجود اومدن و آیا روشی وجود داره که ما این نهادها رو بذاریم کنار و حالا بعضی که اون نهادها رو بذاریم کنار این اعتماد چی رو به وجود میاد. الان تو یه سند به من نشون میدی، تو اون سند نوشته شده که تو مالک این ملکی. خب من به تو اعتمادی ندارم چون تو رو نمیشناسم، اما این سند رو قبول دارم. چرا؟ چون به اون سازمانی که این رو منتشر کرده اعتماد دارم. پس این سازمان‌ها چه کار دارن میکنن؟ بین من و تویی که اعتمادی وجود نداره با منتشر کردن یه سری اوراق اعتماد ایجاد میکنن. میخوام بگیم که اگه این سازمان‌ها نباشن کنارشون بذاریم این اعتماد چجوری شکل میگیره؟ من از کجا بدونم تو پای تعهداتت میمونی یا نمیمونی؟ برای اینکه قصه رو توضیح بدم یه ذره برمیگردیم به گذشته. مثلا 400 سال پیش، 500 سال پیش، 600 سال پیش، 1000 سال پیش
اون موقع قطعا سازمان‌های از این جنس وجود نداشتن، یعنی بانک و سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد و اینجور چیزایی علالقاعده وجود یه نداشت. ریش سفیدی بوده که می اومده نظارت می‌کرد، آره، خیلی آره. کوچیک و محیط. توی جوامع کوچیک معمولا یه مکانیزمی وجود داشته، یعنی اینجوری بذار بگم تو جوامع کوچیک هم حتما یه مکانیزمی وجود داشته که آدما با هم داد و ستد می‌کردن. ما هر موقع که می‌خوایم با محیط اطرافمون رابطه داشته باشیم این مسئله اعتماد شکل میگیره که آقا من می‌خوام ملکشو بخرم، اصلا مال خودش هست یا نیست. من می‌خوام با فلانی ازدواج کنم، آیا قبلا ازدواج کرده یا نکرده. من می‌خوام نمیدونم بچه دار شم، آیا فلانی نمیدونم صلاحیت مادر شدن داره یا نداره. من می‌خوام اسب تو رو بخرم، اصلا این اسب مال تو بوده یا نبوده. خب پس این به عمر تبادلات انسان مسئله اعتماد وجود داشته. گذشته چجوری مسئله رو حل می‌کردن؟ یعنی تو گذشته کسی میگفته این زمین مال منه که کاغذ و سندی هم نبوده، آدم‌ها چطور به حرف هم اعتماد می‌کردن؟ میدونی چی کار می‌کردن؟ همون چیزی گفتم، احتمالاً یه ریش سفیدی بوده یا یه گروهی بودن توی روستای شهری دور هم جمع می‌شدن و آگاهی داشتن که این زمینه مال کیه، این اسب مال کیه، اینجا نوشته شده. حالا به اونا چون اعتماد داشتن می اومدن به اون استناد میکردن، ولی همون هم حتی حالا تو پرندز بگم خیلی وقتا سر مردم کلاه میذاشتن، یعنی اون خانه اون ریش سفیده دقیقاً اونقدر قابل استناد دو نبوده. مدل متفاوت وجود داشته. تو مدل اول یک نفری حکم همون نهاد اعتمادساز رو قبول میکرده، یعنی واقعا به صورت متمرکز یک نفر بوده، کت خدا، نمیدونم ده خدا، پیر جمع، پیشنماز، هر کسی که همه مردم بهش اعتماد داشتن، که گاهن اگه در گوش میگید چرا اعتماد داری، دلیلی نداشت. همونجوری که الان میگم چرا به بانک اعتماد داری، دلیلی نداری. خب اوکی، بهش اعتماد میکردن و این مدل پایداری نبود، چون اگه اون فرد تصمیم میگرفت که به دلایل دعواش با یه نفر، مثلا من با تو دعوا میکنم، بگم نه این زمین مال تو نیست، چون من مرجع بودم همگان میپذیرفتن که نه این زمین مال نیست. یه مدل دیگه‌ای به وجود اومد. اون مدل چی بود؟ گفتن آقا این مالکیت ها چه بهتره که به اطلاع همه برسه. یعنی چی به اطلاع همه برسه؟ یعنی اگه می‌خواستم زمین تو رو بخرم، بیا همه مردم روستا رو یه جمع کنم، بگم آقا من امروز با علیرضا مفتخر تصمیم گرفتم که زمینش ازش بخرم. زمینه کجاست؟ از پل حسین آقا تا تقی آقا، از این ور از کانال آب تا جنگل فلان رو میخوام بخرم. اصلا مال علیرضا هست یا نیست؟ اون موقع عموم مردم میگفتن آره این باباش این زمین از تقی خریده بود، تقی هم موقع رضاخان یه سنگ انداخت این تیکه زمین شد مال اون. و این شجره، این توالی تراکنش ها رو ما بودیم دیدیم. این اتصال مالکیت ها رو ما میتونیم احراز کنیم چون بودیم اونجا. بعد میگفتیم آقا اکثریت موافقن؟ اگه اکثریت میگفتن آره منم از بابام شنیدم که این زمین مال بابای علیرضا، اونم داستان شبیه به همین داره میگه، من با اعتماد نسبتا بالا میتونستم بگم که پس این زمین مال علیرضاست. خب آیا تو اون موقعیت ها تو اون گذشته سازمانی بود برای این کار؟ نه. همه مردم سعی میکردن به شکلی تاریخچه همه تراکنش‌های مالکیتی رو پیش خودشون نگه دارن و شاید مثلا برای که اتفاقی هم نیفته یه جایی هم رو کاغذ می‌نوشتن، خب که مثلا اگه یکی مرد این شجره قطع نشه، این توالی تراکنش‌ها قطع نشه. خب تو اون مدل‌های نسبتاً پایدارتری بودن تا کد خدا و ده خدا. چون من نوعی فرض کن با تو مشکل داشتم، میگفتم نه این زمین مال باباش نیست، دیگران میگفتن آقا مال باباش هست، ما بودیم، پدر بزرگ من برای من تعریف کرد. اون موقع من سخته برام این که بخوام به خاطر یه نزاع مالکیت تو رو زمین ازت بگیرم، چون من یه رأیم، بقیه روستا 90 تا رأیم. اونا میگفتن نه. ولی تو حالت کد خدایی من اگه میگفتم نه، دیگران چون سابقه تراکنش رو نداشتن مجبورن اعتماد کنن دیگه، بگن حاجی که گفته نه پس نه دیگه. خب اوکی. پس ببین توی مدل که سابقه ثبت تراکنش‌های مالکیتی، حالا این سابقه ثبت تراکنش مالکیت ملک میتونه باشه، سابقه ثبت مالکیت اسب میتونه باشه، میتونه خودرو باشه، نمیدونم هر چیزی که دارایی‌های ماست، پول ماست، زمین ماست، خونه ماست، حتی فرزند ماست، اگر همگان در جریانش باشن این مدل پایدارتریه، توش نمیشه فساد ایجاد کرد، توش به راحتی نمیشه تاریخ رو تغییر داد، چون این دفعه همه میدونن. اما یه مسئله پیش اومد. مسئله چی بود؟ این مدل کاملا کار میکرد، یعنی گذشتگان ما کاملا همین مدلی کار میکردن. همین الان یه اتفاقی که برای یکی از اقوام افتاده که برمیگرده مثلا ماجراش به 80 سال پیش،
در نهایت قاضی گفته که برین از پیرها و بزرگان اون روستا بپرسین سابقه مالکیت چی بوده، چون سندی وجود نداشته. یعنی این مدل همچنان یه مدلی که گاهن هم داره استفاده میشه. رجوع کنیم به افرادی که سابقه ثبت تراکنش‌های مالکیتی رو پیش خودشون نگه داشتن. این مدل جواب میداد تا کی؟ ببخشید من خیلی دارم حرف می‌کنم. نه خیلی جذاب. این مدل جواب داد تا کی؟ تا موقعی که امکان این که همگان در خرید و فروش ها و تراکنش ها با دیگران حضور داشته باشن جواب میداد. خب یعنی چی؟ یعنی تا موقعی جوامع کوچیک بودن میشد که آقا اگه عروسی گرفتیم همه آدما روستا رو جمع میکنیم اعلام میکنیم دو تا زن و شوهرند، یا این بعد تو خیابون دیدین نگین که آقا نمیدونم اجازه ولید کو. اما جوامع که بزرگ شدن دیگه این امکان وجود نداشت که من اگه می‌خواستم تو تهران عروسی بگیرم همه مردم تهران یه جا جمع کنم بگم آقا جون ما با ایشون ازدواج کردیم دیگه، قاشن کسی دیگه دور و بر این خانم نیاد و ما اگه تو خیابون راه رفتیم قاشن نمیدونم کسی نپرسه نسبت شما چی، ما دیگه زن و شوهر شدیم. یعنی این سابقه ثبت تراکنش‌های ازدواج رو دیگه نمیشد تو شهرهای بزرگ همگان ببینن. تو شهرهای بزرگ اگه من می‌خواستم یه ملک بخرم دیگه نمیتونم همه رو جمع کنم بگم آقا جون این زمین قصه‌اش چی بوده از این بعد مالکش منم. اونجا چه اتفاقی افتاد؟ یه سری نهاد اومدن دوباره برگشتن همون نقش کد خدا رو بازی کردن. گفتن آقا شما که نمیتونید چون زیاد شدید به هم اعتماد کنید، شماها که دیگه چون جامعه بزرگ شده نمیتونید سابقه همه تراکنش‌ها رو نگه دارید، بیاین من برای شما نگم. شروع کردن دفتر، دستک، کامپیوتر، لپتاپ، دفترچه، خودکار، کاغذ، از این هر اتفاقی میخواد رخ بده باید یه بار بیاین پیش ما که ما ثبتش کنیم. هر کسی هم که خواست تراکنشی با محیط اطرافش داشته باشه باید بیاد پیش ما، به ما از ما بپرسه آیا این زمین مال علیرضاست؟ من گفتم آره مال علیرضاست، من گفتم نه مال علیرضا نیست. چرا؟ چون دیگه همه نمیتونستن در سابقه همه تراکنش‌ها حضور داشته باشن. خب گذشت این نهادها هر جایی که ما با محیط بیرونمون نیاز داشتیم تعامل داشته باشیم براش یه دونه‌ای ساخته شد. یه دونه اومد گفتش که من موقعی که بخوای ازدواج کنی میام سرویس اعتماد میفروشم. یعنی چی؟ یعنی الان مثلا تو بخوای ببینی آقا خانم که میخوام باشه ازدواج کنم قبلا ازدواج کردی یا نکردی؟ تو مدل قبلی چیکار میکردی؟ خودت تو عروسی قبلی اگر اون خانم ازدواج کرده بود حضور داشتی یا برادرت حضور داشت یا پدرت حضور داشت، میپرسیدی که آقا ایشون قبلا ازدواج کردی یا نه. الان نمیدونی، اعتماد نداری به ادعاها، میری به اون سازمانه مراجعه میکنی میگه آقا ایشون قبلا ازدواج کرده، اون توی یه دیتابیسی که داره سرچ میکنه، توی یک پایگاه داده‌ای که داره سرچ میکنه میگه آره ازدواج کرده یا نه ازدواج نکرده. هر جایی که ما میخوام با محیط اطرافمون تعامل داشته باشیم یکی از این سازمان‌ها ساخته شده. میخوام خونه بخریم یکی از این سازمان است، میخوام ماشین بخریم یکی از این سازمان است، میخوام برای بچه‌مون اسم بذاریم یکی از این سازمان است. خب این سازمان‌ها در واقع دارن چی میفروشن؟ اعتماد. میگه علیرضا تو ایشون رو میشناسی؟ میگی نه. میگه اگه میخوای باهاش معامله کنی چیکار میکنی؟ میگه میام پیش تو. تو اگه بگی ماشین مال اینه من قبول میکنم. خب معاوضه این سرویس هم دارن پول میگیرن، کارمزد میگیرن، بین دو نفری که به هم اعتماد ندارن اعتماد ایجاد میکنن، پولش هم میگیرن. حالا یه نکته‌ای پیش اومد تو طول زمان که آیا این نهادهای واسطه اعتماد ساز که قصه‌شو رو تعریف کردم از کجا به وجود اومدن میتونن توی داده ها تغییر ایجاد کنن؟ بله. میتونن مثلا یه کسی که قبلا ازدواج کرده بگه ازدواج نکرد؟ بله میتونن. میتونن مالکیت تو رو از زمینت بگیرن؟ میتونن. چجوری میتونن؟ میرن تو اون جایی که این تراکنش ثبت شده مثلا یه ردیفی رو پاک میکنن، میرن یه تغییری تو داده ها ایجاد میکنن. چرا میتونن این کارو بکنن؟ یا حتی اضافه میکنن. حتی اضافه کنن. چرا میتونن این کارو بکنن؟ خودشونن، همه دسترسیان واسه خودشونه و ما داریم به این اعتماد میکنیم و هر چی میگه همه میگیم چشم. چون مثل همون پیرمرده کت خدا هست، ماها که در جریان نیستیم چی شده، میگیم اون در جریان چی شده، اون سازمانه در جریانه و اون سازمانه هم میدونه که اینا در جریان نیستن چی شده. اون سازمانه میدونه که فقط منم که میدونم این خانم قبلا ازدواج کرده یا نکرده و اون فامیلای دورش. این آدمی که از یه شهر دیگه اومده اصلا نمیدونه این ازدواج کرده یا نکرده. خب من اگه اونجایی که نوشتن آیا ازدواج کرده یا نکرده تو کامپیوتر تو دیتابیس رو سرورم بزنم نه، خب این میاد از من میپرسه میگه ایشون ازدواج کرده، میگم نه، تموم میشه. پس ببین اون میدونه، نکته اینجاست، اون میدونه که اگر توی اطلاعات تغییر ایجاد کنه دیگران از این تغییر مطلع نمیشن. چرا نمیشن؟ چون دیگران سابقه تراکنش ها رو حالا دیگه ندارن، قبلا داشتن تو جوامع کوچیک، تو جوامع بزرگ دیگه ندارن، پس مجبورم به این اعتماد کنم. اینم میدونه که من اگه داده رو تغییر بدم اونا مطلع نمیشن. خب مثال دارم برات میزنم. مثلا ما یه جایی تو ایران داریم، نمیدونم حالا اسم نمیبرم،
که ذره‌ای به تعهداتش تو شبکه بانکی عمل نمیکنه. خب یعنی قرار بوده که مثلا 10% از پولی که از مردم میگیره رو تو بانک مرکزی بذاره، نمیدونم این درصدش رو وام بده و الان مثلا میبینیم که آقا ذره‌ای به اون تعهداتش عمل نکرده. چرا نکرده؟ چون میدونسته که اگر نکنم بقیه نمیفهمن. خب یه مثال ساده بزنم از این عبور کنم. اگه تو الان اینجوری بذار بگو، تو الان مطمئنی قبض موبایلت دقیقاً منطبق بر مصرف موبایلته؟ نه، خیلی وقتا هم اعتراض کردم که چرا اینقدر زود تمام شده، میگن آقا استفاده کردی. هیچ جام نمیتونم اثبات کنم که من استفاده کردم یا نکردم. چرا؟ چون داده ها نزد اون نگهداری میشه. تو اثباتی نمیتونی بکنی. خب همه میتونن از این بعد تو ذهنشون این مثالا بزنن. قبض گاز من واقعا منطبق با مصرف گاز منه؟ اصلا نمیدونم. قبض برقم چی؟ نمیدونم. من چقدر تو بانک پول دارم؟ همونقدری که بانک بگه دارم. اگه من فردا رفتم دیدم پولم نصف شده، کاری میتونم بکنم؟ اصلا چه جوری اثبات کنم نصف شده؟ خب میبینی چقدر ما اعتماد داریم به سری سازمان و دلیلش هم نمیدونیم. حالا اون میدونه که من اگه به داده تغییر ایجاد کنم این نمیفهم. چرا میدونه؟ چون داره از یه معماری استفاده میکنه به نام معماری متمرکز. تو معماری متمرکز همه داده ها پیش نهادهای اعتمادساز داره نگهداری میشه. این نهادهای اعتمادساز با هدف اینکه داده ها تغییر نکنن و یک پارچه بمونن، اومده دسترسی ما رو از داده های خودمون قطع کرد. یعنی الان داده های برق من کجا نگهداری میشه؟ تو دیتابیس های اداره برق نگهداری میشه. من آیا میتونم این نسخه ازش داشته باشم؟ میگه نه. میگه این داده ها برای منه. میگه تو حق نداری دسترسی داشته باشی. چرا؟ چون اگه دسترسی بدم ممکنه بری داده ها رو سرورها تغییر بدی. پس این بعد دسترسی تو رو به داده های تو قطع میکنه. حالا که تو دسترسی به داده ها قطع شده، اگه این داده ها تغییر کنه میفهمی؟ این بهونه‌ش اینه دیگه. یعنی شما میتونی دسترسی رید فقط بدی، رایت ندی. حداقل فقط من بتونم بخونم، ولی همین رو هم نمیدن. همین رو هم نمیدن. خب حتی دسترسی ریدم به شما بدن، باز دردی از شما درمان نمیشه. حالا سوال اینجاست که این سازمان‌ها به دلیل شکل معماریشون دونستن که اگه من تو داده تغییر ایجاد کنم دیگران نمیفهمن. خب من میتونم این تا مثال بزنم که تو داده ها تغییر ایجاد کردن و مردم بعدها فهمیدن. خب اما الان به دلایل امنیتی در موردش صحبت نمی‌کنیم. یه سوالی پیش میاد. خیلی تو پرانتز بخوام بگیم، خیلی وقتا ما داریم تو ایران زندگی می‌کنیم، اختلاس دیدیم به هر حال. دقیقاً خبرش بعدا در میاد که یه فلان نفری ایکس میلیارد تومان، ایکس هزار میلیون تومان برده. ولی اگه میتونستیم یه جوری زودتر بفهمیم، میتونیم حداقل جلوشو بگیریم به یه نحوی. و حتی یه نکته‌ای، از کجا می‌دونیم که بیشتر اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ اصلا ما هیچ حسی نداریم، نمیدونیم چی شده. یه نفر بره تو دیتابیس بانک مرکزی یه صفر بذاره جلو پولشو 10 برابر کنه، کسی میفهمه؟ الان مثلا میگم من یه مثالی از دوستان میپرسم اینه که آیا تو شبکه بانکی تو میتونی بیش از موجودی تراکنش بزنی؟ میگن نه. میگم مطمئنی هیچ کس نمیتونه؟ اولش میگن آره. میگم از کجا میدونی؟ میگه نمیدونم. یعنی ما نمیدونیم داره چه اتفاقاتی میفته. چرا؟ چون معماری متمرکز داده ها داره سمت نهادها نگهداری میشه و دسترسی دیگران به این داده ها قطع شده. خب حالا یه سوال پیش میاد، آیا میشه این رو بهبود داد؟ آیا ما میتونیم بریم به سمت یه ذره‌ای از شفافیت؟ آیا میتونیم برگردیم به جوامع گذشته‌ای که توش اینا نبودن؟ مگه اون مدل‌ها کار نمی‌کرد؟ مگه اون مدل‌ها پایدارتر نبودن؟ مگه اون مدل‌ها قابل اعتمادتر نبودن؟ اون مدل‌ها همه چی رو میدونستن، در نتیجه نمیشد به راحتی تو سابقه تراکنش تغییر ایجاد کرد. اون موقع یه نسخه از اون سروری که این دفعه فقط سازمان ایکس داره رو همه داشتن. همه پیش خودشون میدونستن که این زمین قبلا مال این بوده، الان مال اینه، بعدن داده به این. آیا میشه به اون دوران برگشت؟ و آیا برگشت به اون دوران بهتر نیستش؟ بیناشیزم چرا بهتره؟ چون من اگر سابقه تراکنش رو داشته باشم میتونم رد پای تغییرات رو ببینم، بفهمم که آقا یه نفر داره تو داده تغییر ایجاد میکنه. یه مثال بزنم. تو فکر کن که این بعد داده های مصرف گازت رو علاوه بر اداره گاز تو هم داشته باشی. فرمولای محاسبه میزان مصرف گاز یا تعرفه گاز تو به غیر از اداره گاز تو هم داشته باشی. اون موقع تو حداقل میتونی بفهمی که اون چیزی که اون داره میگه درسته یا غلطه. حداقلش اینه دیگه. تو الان حتی نمیتونی بفهمی اون که اون میگه درسته یا غلطه. اما اگه نسخه از اطلاعات داشته باشی و فرمول ها رو داشته باشی، هر ماه میشینی حساب کتاب میکنی، من چند متر مکعب گاز مصرف کردم، تعرفه‌اش چقدر، ضرب تقسیم، رسیدم به 158000 تومان. اون چقدر گفته تو قبضه؟ 159 تومان. درسته دیگه. ولی اگر تغییر فاحش باشه چی؟ اون موقع میگیم چه کار میشه کرد؟ میخوام یه سیستم بهبود بدیم دیگه. گفتیم تو حالت اول فقط داده و فرمولا دست اونه، میخوام یه بهبود بدیم، میگیم داده و فرمولا دست تو هم باشه.
میگیم تو هم حساب کن اونم حساب میکنه، اگه نزدیک به هم بودیم درسته. اما اگه اختلاف فاحشی داشت چی؟ میگیم میریم پیش قاضی، میگیم این فرمول این دادا تو هم حساب کن، ببین من راست میگم یا اداره گاز درست میگه. حالا اون یا ممکنه به نفع من رأی بده یا ممکنه به نفع این. یه ذره اوضاع داره بهتر میشه. اما ممکن تو ذهن بیاد که اگر قاضی به نفع یک از دوتا ما به نفعمون آمدانه رأی داد چی؟ میگیم اگر این قاضی ها 3 میلیون تا باشن چی؟ 3 میلیون قاضی که نه منو میشناسن، نه اداره برقو میشناسن، نه اداره گازو میشناسن. از اینکه گاز قبض بیشتری از تو بگیره سودی نمیبرن، از اینکه تو پول بیشتری به اون بدی یا کمتر به اون بدی سودی نمیبرن. قبول داره که این سیستم یه مقدار زیادی نسبت به اون حالت اول بهتره، شفافتره. کاملا. خب ببین، برای اینکه چند میلیون قاضی بتونن قضاوت کنن چه چیزی نیازه؟ اینه که همشون به داده دسترسی داشته باشن و همشون به فرمولا دسترسی داشته باشن. تا الان، یا اینجوری بگم، تا قبل از بلاکچین این امکان این که ما تو اسکیل بزرگ، جوامع بزرگ، به همون مدل باستانیانمون برگردیم امکان پذیر نبود. یعنی جوامعی که گفتم رشد کرد دیگه امکان اون مدل اداره‌ای که همگان در اطلاع همه تراکنش ها باشن دیگه از بین رفت. اما بلاکچین اومد گفت فناوری اطلاعات کمک میکنه که ما دوباره به همون دنیا برگردیم، به همون دنیایی که دیگه توش نهادهای واسط اعتماد سازی نیستن، همه ما در جریان همه اطلاعات قرار میگیریم و هر آن جایی که نیاز بود ما رأی میدیم که این حرف درست یا غلط. توی اون دنیا دیگه جایی نیست که بهش مراجعه کنیم بگیم آقا ایشون مالک این هست یا نیست. از همه میپرسیم. چه جوری؟ قبلا همین کارو میکردیم. از همه مردم روستا میپرسیم که آقا این زمین مال ایشون هست یا نیست. حالا فناوری بلاکچین ما رو دوباره به اون گذشتهمون داره برمیگردونه. هممون رو این امکان ایجاد کرده برامون که به سابقه همه تراکنش‌ها دسترسی داشته باشیم، هممون رو تراکنش‌ها هم دیگه نظارت کنیم و هر جایی که نیاز بود در مورد صحت حرفای همدیگه رأی بدیم و حرفی که رأی اکثریت رو بیاره یا یه سری چیزای دیگه که تو جلسات بعدی میگیم میشه حرف درست، حرفی که نظر دیگران یا رأی دیگران رو نتونه به همراه خوش بیاره میشه نظر غلط. خیلی جالب شد جزم. ولی من یه نکته‌ای دارم، این الان داره این شفافیت به وجود اومده که همه دیتا هم داشته باشن، مثلا رأی بدن و تصمیم بگیرن که آیا من مالک یه موضوعی هستم یا نیستم، یا این در مورد من صدق میکنه یا نمیکنه. ولی یه وقتی هم داریم واسه پرایوسی که شاید من نخوام همه دیتا ما همه بدونن. درست. اینو باید چیکار کنیم؟ حالا پرایوسی به زبون ما میشه حریم خصوصی. یعنی چطور؟ من دوست ندارم تو بفهمی که من چقدر پول دارم. بله. ولی من قبلش توضیح دادم که برای اینکه تو توی شبکه‌های بلاکچینی اطلاعات در اختیار همگان هستش. اینجا دو تا میخوام به این سوال جواب بدم. یکی این که به صورت عمیق تو جلسات بعدی در موردش صحبت می‌کنیم، اما به صورت خلاصه بخوام بهت بگم تو دنیای بلاکچین برای اینکه به این مسئله برخورد نشه، یعنی افشای اطلاعاتی رخ نده در حالی که داره داده‌ها افشا میشه، بین تراکنش‌ها و هویت افراد ارتباطی وجود نداره. خب یعنی شما میبینی که داره این تراکنش بین دو تا مثلا شماره حساب زده میشه، اما این شماره حساب مال کیه کسی نمیدونه، این مال کیه کسی نمیدونه، اما دیگران میتونن ببینن که این شماره حساب داره بیش از موجودش تراکنش میزنه یا نه. اگه میخواست بیش از موجودش تراکنش بزنه اجازه ندن. پس نظارت روی شبکه حتما در گرو این نیستش که حریم خصوصی افراد نقض بشه. آیا همیشه همینجوریه؟ نه، توی سری از کاربردها باید حریم خصوصی نقض بشه، باید افشا بشه هویت افراد. آیا همیشه افشا میشه؟ نه، توی بسیاری از تراکنش‌ها نیازی به افشا نیستش. آیا روش‌های وجود داره که بخش از اطلاعات عمومی افشا بشه، بخش از اطلاعاتی که خصوصی افشا نشه؟ بله، روش‌های وجود داره، بلاکچین‌های ترکیبی که توش داره این نکات رعایت میشه. تو جلسات بعدی بیشتر میخوام در مورد اینا صحبت بکنم. امیدوارم که به زبان خیلی ساده مفهوم بلاکچین توضیح داده باشم. هر جایی که تو ذهن ما بلاکچین چیه برگردیم به روستا، اجداد اونجا چیکار می‌کردن، بعد بزرگ شدن جوامع جلوی اون مدل رو گرفت، فناوری اومد گفتش که من میتونم شما رو دوباره به همون دوران برگردونم و ما رو برگردون به همون دوران. تو دنیای بلاکچین من سابقه همه تراکنش مالکیتی رو دارم. من به جای مراجعه نمی‌کنم، یکی میگه میخوام این زمین رو از ایشون بخرم، درسته، من میگم به نظر من درسته، اون یکی دیگه هم سابقه تراکنش‌ها نگاه میکنه میگه درسته یا غلطه و در نهایت رأی میگیریم. اگر رأی درست بود، یعنی اکثریت رأی دادن که این زمین مال توئه، این زمین مال توئه، و تراکنشی که به من زدی و اگر همگان تایید کردن، از این به بعد همه می‌نویسن که یزدان مالک اون زمینه و علیرضا نیست. علیرضا دفعه بعد خواست بفروشه،
میگه آقا این زمین رو میخوام بفروشم، ما نگاه میکنیم میگه آقا تو چند روز پیش یا تو تراکنش‌های قبلی این زمین رو به یزدان فروختی، دیگه مال تو نیست که میخوای بفروشی، مالکیتش عوض شده. خودت هم بکشی کسی قبول نمیکنه، میگه آقا تو دفتر من الان یزدان مالکشه، فقط و فقط یزدان حق داره که این مالکیت به یکی دیگه منتقل بکنه. و همه چون سابقه این تراکنش‌ها رو دارن و همگان نفعی نمیبرن از ایجاد اختلال در سیستم، سعی میکنن درست بازی کنن، چون حتی اگه درست بازی کنن پاداش هم میگیرن. حالا تو جلسات بعدی بیشتر در مورد صحبت کنیم.